سلام، بنده سامان یاسین هستم. برج 7 یعنی 8/7 من بازداشت شدم. شب تولد من بود به اینکه منو دستگیر کردم به اتهام تیراندازی. من رفتم دادسرای اوین و بعد اون حدود 10 روز زندان تهران بزرگ بودم. بعد اون من آوردن اوین و منو تهدید کردن که خانوادت رو گرفتیم، برادرت رو گرفتیم، همشون اینجا. هم ممنوع ملاقات بودم، هم ممنوع تماس، خبر هیچی نداشتم دیگه. خلاصه گفتن اگه میخواید خانوادت شکنجه نشن همه اینا رو بنویس آزاد میشه. منم همه چی رو گردن گرفتم، گفتم فقط کاری با خانوادم نداشته باشی. چند بارم شکنجه کردن، اولاش که گردن نگرفتم، منو بردن سردخونه 2 شب و اینکه یه خودکار توی حفره چپ بینیم گذاشتن و بینیمو شکستن. یه 2-3 بارم پلا منو اردادن پایین و اینکه بعد منو که آوردن رجایی شهر، حکم اعدام که دادن، اومدم رجایی شهر. آره، با محسن شکاری توی قرنطینه بودیم. یه بار منو بردن برای اعدام مصنوعی که تاش گفتن حکم وحشت بیارشون پایین. بعد اون منو بردن دوباره اوین. 1 ماه اوین بودم، نه سوالی نه بازپرسی هیچی، انفرادی بودم. برگشتم و حکمم نقص خورده بود، 7 تا نقص داشت. دیوان پرونده رو میفرسته برای دادسرا و اطلاعات، میگن دوباره تحقیقات کنید، یه مستندی مدرک بهتری برای من بیارید، که بازم همون قبلی‌ها رو براش میفرستن که دیوان نقضش میکنه. و بینی من مشکل داره، اصلا نفس کشیدنم خیلی سخت شده. چند شب یه بارم خونریزی داره بینیم و ارضامم نمیکنن به بیرون اصلا. چند بار درخواست دادم، گفتن که بهداری گفته قاضی موافقت نکرد. دوباره با آقای صلواتی دادگاه داریم که صلاحیت پروندم نداره، چون پرونده‌ای که حکم داده نقض خورده. اصلا صلاحیت رو پرونده من نداره، باید بره هم ارز، ولی خب صلواتی قبول نکرده. روزی هم که دادگاه داشتم با قاضی صلواتی، همون روی اتاق صلواتی، ماشین موزه آوردن ریش منو زدن و سیبیلامو گذاشتن. من ماشین رو گرفتم که بزنم، ولی از برق کشیدن، گفتن صلواتی دستور داده فقط ریشاتو بزنیم، سیبیلاتو بذاریم. و پیش صلواتی هم که رفتم قرار نشد اصلا برم تو، دیگه به زور منو بردن تو. گفتم من نمیام جلو دوربین حرف بزنم. اونجام که رفتم دیگه 11 تا سابقه برای من گفت. من گفتم کلا تو زندگیم 1 بار بازداشتگاه رفتم، اونم به خاطر تصادف بوده. حالا قسمت که میگم برای تصادف رو حذف کردن. و 11 تا سابقه گفت که اصلا من تو زندگیم دادگاه هم نرفتم. 11 تا سابقه الکی برای من گفت که منو بد جلوه بده برای بیننده و مخاطبای شبکش. دادگاه اول منم با صلواتی بود که فیلمش هم پخش شد، دیدید. دادگاه بعدیم با عموزاد بود. عموزادم اومد گفت که بیا جلو دوربین بگو من گول خوردم، گول شبکه منوتو اینترنشنال و مسیح علی نژاد، این چیزها رو خوردم، فیلم بگیریم ازت پخش کنیم. که من اجازه ندادم، گفتم نه نمیخواد این کارو بکنیم، من این همچین چیزی نمیگم. کلا 2 تا دادگاه داشتم و هنوز که هنوزه من اجازه گرفتن وکیل تعیینی ندارم. هنوز وکیل تسخیریه. وکیل تسخیری هم که هیچ کاری انجام نمیده، نه جواب تلفن میده، نه جواب درست حسابی به ما میده. نه همون موقع هم که محاربه داشتم هیچی رو پرینتم نبود. اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع تبانی بود، همین 2 تا بود، هیچی روش نیست. هنوزم همونه، توی پرینتم هیچی ننشسته از روز اول تا حالا. من شنبه صبح درخواست، یعنی 1 هفته قبلش درخواست عدم تحمل حبس داده بودم. گفتم آقا من تحمل جای بسته رو ندارم، خیلی شکنجه شدم، باید برم بیرون به خودم برسم، عمل کنم، بینیمو شکستیم، سر این چیزا. شنبه رفتم برای پیگیری که گفتم باید بری تست بدی بیمارستان. گفتم مشکلی نداره. گفت خب همین الان آماده شو بریم بیمارستان. به من نگفتن چه بیمارستانیه.
رسیدم اونجا فهمیدم امین آباده. چند تا دختر پسرم دم درش، ورودیش حالت یه دفتر داشت. اومدن ازم عکس گرفتن، اینا گفتن این سامان یاسین زندانی بود الان اینجا امین آباد، برای چی آوردین اینو؟ اینا سری منو از در پشتی بردن، گفتن حاشیه نسازید، اینا مردمو دور کردن. من رسیدم تو، گفتم باید بخوابی آمپول بزنی روی تخت. من گفتم آمپول نمیزنم، من مشکلی ندارم، من برای چیز دیگه درخواست دادم، مگه من دیوونم؟ گفتن نه اینجا مگه دست خودت و اینا. کلی فحاشی و توهین کردن. بعد به زور 4 تا سرباز تهران بزرگ بود، 2 تا مال رجایی شهر بود، بقیه پرسنل بیمارستان ریختن سرم، کل لباسامو پاره کردن، به زور بستنم روی تخت، دستام دستبند، پاهم پابند. یه آمپول بهم زدن تو بازوم که 24 ساعت بیهوش بودم. بیهوش که اومدم دیدم دست و پام بسته است به تخت توی بخشم. معذرت میخوام، یکی گوشه سالن میشاشید، یکی خوابش برده بود کف اصلا اوضاع خیلی کثیف و خیلی بدی بود. حالا من با داد و بیداد و اینا 3 شنبه شبش برگشتم، گفتم من نمیتونم اینجا بمونم، گفتم باید 20 روز دیگه بمونی. حالا کلی قرص و دارو برام نوشتن. روز اول قرصا رو خوردم، 2 روز خوابم برد، دیگه نخوردم. قرصا رو الان نمیخورم. از وقتی قرصا رو نمیخورم نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم بخوابم. الان من دقیقاً 2 روز و نیم 3 روز نخوابیدم اصلا و هیچی هم نخوردم، یه لقمه نون نخوردم، اصلا نمیتونم. از وقتی از امین آباد برگشتم خدا شاهد، من الان دقیقاً 5 کیلو کم کردم. آخه آدم مگه میشه توی یه هفته 5 کیلو کم کنه؟